یکی از سنگین ترین کارماها که آدم میتونه برای خودش درست کنه زباله ریختن توی طبیعته. حالا شاید با خودتون فکر کنین که من به خاطر فرهنگسازی و اینجور چیزا دارم اینو میگم، ولی واقعا واقعیت داره. وقتی شما یه زباله رو توی طبیعت میندازین، مادر زمین باید کلی انرژی بذاره و کلی زحمت بکشه که بتونه اون زباله رو از طبیعت حذف کنه و به اندازه اون مقدار انرژی که مصرف شده تا اون زباله از محیط زیست دفع بشه و به اندازه اون آسیبی که ممکنه موجودات از ریختن این زباله توی طبیعت دیده باشن برای شما کارما ایجاد میشه. و برعکسش هم میتونه اتفاق بیفته. یعنی اگه آدمی باشی که نه تنها طبیعت رو کثیف نمیکنه، بلکه میره زباله ها رو از طبیعت جمع آوری میکنه و به تمیز شدن محیط زیست کمک میکنه، این میتونه برای شما یک کارماسوزی خیلی خوبی باشه و در واقع برای خودش کارمای مثبت ایجاد میکنه و کارمای مثبت میتونه کارماهای منفی رو از بین ببره.